عزیزان دل سلام به روی ماهتون، امیدوارم خوب باشه. دوستان من سر کلاس بودم. الان یه نکته ای رو بگم، مخصوصا برای بچه‌هایی که سطحشون پایینه. معمولا وقتی اول کلاس میگیم که حالتون چطوره، خوشو بش میکنیم، مثلا میگیم how are you, how's it going, is everything fine. بچه‌ها معمولا میگن که yes, good, nice. تک کلمه جواب میدن. خیلی حرفه‌ای نیست و این حس رو میده که انگار نمیخواید صحبت کنید یا دوست دارید مکالمه انگار اصلا شکل نگیره و خیلی وقتا واقعا نمیخواید این اتفاق بیفته. خب بهتره که جمله کامل بگید. بگید yes I'm fine, yes everything is okay, everything is fine. یا یک ساختار خیلی مصطلح. نمیگم همیشه اینو استفاده کنید نه، ولی توی صحبت کردن میتونید بگید که thanks for asking. Thanks for asking. خیلی پر استفاده. یعنی مرسی که میپرسی، که به شما میگه how are you, is everything fine. میتونید بگید که yes of course, thanks for asking. مرسی که میپرسی. حس خوبی هم به طرف مقابلتون میده و خیلی هم پرکاربرده. گفتم این نکته ساده ولی مهم رو باهاتون به اشتراک بذارم. مرسی.